بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من متن الأصول الثلاثة. هناك ما درس های خود را دوام میدهیم از رساله سه اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان ابن علی رحمه الله تعالی. نعم. و شیخ الاسلام باید که از یاد نبراریم، دائم ذکر کرده شود، در سال 1115 تولد شده است و در سال 1206 وفات کرده است. نه. و درس ما آغاز می‌بود آنجا که فرمود و دلیل الخشیة قوله تعالی فلا تخشوهم واخشون، و دلیل الانابة قوله تعالی و انیبوا الى ربکم و اسلموا له، و دلیل الاستعانة قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، و فی الحدیث اذا استعنت فاستعن بالله. نعم. خب، می‌فرماید دلیل ترس سخن او تعالی است، از ایشان مترسید، از من بترسید. فهمیدید؟ هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای گزاریدن نماز از بیت المقدس به طرف کعبه برگردانیده شد، یهودی ها چنین گفتند: این نه، چی چیز آن را که آنها را از قبله که روبروی آن می ایستادند برگردانید. یعنی سوره بقره آیه 142. این سخن از طرف آنها به خاطر بی‌ضابطه کردن و به شور آوردن دیگران بود تا قلب‌های ضعیف منافقان دردمند گردد گفته. و به همان خاطر است که الله سبحانه و تعالی پیغمبرش و مؤمنان را با حذر گردانیده، چنین گفت که از ایشان مترسید، از من بترسید. سوره بقره آیه 150. معنی این چنین است که شما در کجا که نباشید روی خود را به سمت مسجد الحرام بگردانید، زیرا این از جمله اوامر الله حق سبحانه و تعالی است، این از جمله امرهای الله تعالی است و در اجرای اوامر الله سبحانه و تعالی نباید که از ملامت کننده ترسیده شود. فهمیدید؟ برای با معلومات بیشتر می شود که تفسیر ابن کثیر تحت همین سوره بقره آیه 150 دیده شود. مهم یعنی این بود دلیل برای چه؟ دلیل خشیت. و دلیل الانابة قوله تعالی و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، و دلیل روی آوردن. اساسا انابت به معنای روی آوردن هم می شود، انابت هم به معنای توبه شدنش هم ممکن است. فهمیدید؟ فقط از توبه فرقش آن است که خب انسان یک گناه دست میکشد، تمام دیگه همون کار دست، یعنی که کاری بد دست نمیزند. اما انابت مانند توبه است، از کاری بد دست میکشد ولی در کارهای نیک با دیگه چیکار میکنه؟ تلاش و کوشش زیاد شدن میره. این انابت میشه. برای همین رتبه انابت چی بوده است؟ بلند بوده است از رتبه توبه. و دلیل روی آوردن یعنی انابت سخن او تعالی است و پروردگارتان روی آورید و به او تسلیم شوید. و دلیل الاستعانة قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، و دلیل یاری جستن، دلیل درباره یاردن پرسیدن سخن او تعالی است. تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو یاری میجوییم. سوره فاتحه آیه 5. نعم. و فی الحدیث اذا استعنت فاستعن بالله، و در حدیث چنین آمده است چون یاری بجویی از الله بجو. این حدیث امام احمد با رقم 2664 و ترمذی با رقم 2516 از حدیث عبدالله بن عباس تخریج کردند و البانی این حدیث در جامع صحیح یعنی صحیحش گفته به رقم 7957 صحیح گفته شیخ البانی الله رحمتش کنه. این بود یعنی اختصارا
باید که دلیل خشیه و دلیل انابت و دلیل یاردم پرسیدن اگر پرسن این دلیل ها باید که گفته شود و دوامش انشالله یک درس دیگه میکنیم به همین اصل تمام میشود. و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.